اگر از اینایی هستین که نظم براتون مهمه و همه چی باید قرینه بشه، امروز از دست ندید. میدون آزادی سوار مترو شدم، ایستگاه تئاتر شهر پیاده شدم و قدم زنون رفتم به سمت نوفل شاتو. خب رسیدیم به نوفل شاتو. قرار عصرونه داشتیم با گروه مشق تاریخ که قصه های کوچه لولاگر رو بشنویم. کوچه‌ای که به شکل عجیبی همه چیزش قرین است. دور هم جمع شدیم. بعد از آشنایی و سلام علیک، آقای لولاگر از نوادگان خاندان لولاگر برامون از قصه های کوچه گفتن. اکبر آقای لولاگر به آلمان و 2 فرزند داشتن، یک اسقرآقا و یک افسرخان. اسقرآقا وکیل پدر میشه توی دهه 40 و 50 و ایشون به نوعی سمت تحویل مدیریت میکردن. با 1358 اسقرآقا فوت میکنن و در نتیجه خواهرشون افسرخانم لولاگر میشن مالک املاک این سمت چرخی کوچه. بعد از شنیدن قصه کوچه رفتیم به سمت انتهای کوچه لولاگر، پیتزا داوود و موزه اسباب بازی. اگر پیتزا داوود رو نرفتین و پیتزاشو نخوردین، حتما توصیه میکنم که یه بار امتحانش کنین. خیلی جذابه. نمیگم بهترین پیتزایی که میخورین، اما مطمئنم که به یاد موندنی ترینه. و بعد بخش جذاب ماجرا، موزه اسباب بازی. از اینجا باید برم. ببین اینجوری اینجا پر از نوستالژیه، اصلا باور نکردنیه. اگر کودک درونتون هنوز زنده است حتما به اینجا سر بزنین، اگر کودک درونتون زنده نیستم 100% باید به اینجا سر بزنین. روبروی موزه اسباب بازی بوتیک هتل حناست. ما مقصد آخرمون کافه بوتیک هتل حنا بود. رفتیم قصه های بوتیک هتل رو هم شنیدیم و با یه بستنی کم نظیر عصرونه‌مون رو به پایان رسوندیم. اما بخش جذاب مشق تاریخی. هفته دیگه کی میاد عصرونه بره پامنا؟